کنکور 1405 یکی از مشکلاتی که دوستات دارن میدونی چیه؟ اینه که یک سال درس میخونن، بعد میبینی میانگین درصدای مثلا ریاضی شده 5% تو کل کشور. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه همه مباحث رو شماها ناقص میخونید. تو رو خدا 4 تا مبحث بخونید، ولی این 4 تا مبحث رو درست و عمیق قشنگ تستاشو بزن، کارشو انجام بده و بعد برو سراغ مبحث بعدی. انقدر عجله نکن که من به برنامه آزمون برسم، به برنامه کلاسم برسم، نمیدونم به برنامه مشاورم برسم. شما باید مطالب رو آروم و آهسته بخونید، تستش رو کار بکنید، تمرینش رو کار بکنید تا بتونید روز کنکور جواب بدید. اگه قرار باشه خیلی بخواید پراکنده درس بخونید، تهش میشه آخر سر همین درصدای 5% و 10% که حالا توی کنکور میبینیم هر ساله بچه‌ها دارن میزنن. حواست به این نکته خیلی باشه.